الان تهران از اون بغل بپرسیم. لیسانس ادبیاتم با علاقه درسمو خوندم ولی به شغلم هیچ ربطی نداره. قبل از اینکه اینجا بیام آدم منزوی بودم، خیلی منزوی. دوست داشتم فقط تو خونه بشینم، کاری بکنم مثلا کارم تو خونه باشه، ولی اینجا به خاطر اینکه با مردم مختلف ارتباط برقرار میکنم این باعث شد که من از اون انزوا بیام بیرون. من خودم شخصی هستم که کمترین سفرات توی عمرم داشتم، خیلی کم نسبت به کاری که دارم. من همین که از اون انزوا خودم رو کشیدم بیرون، یه آدم منزوی بودم دیگه، الان میتونم با انواع اقسام مردم سر کله بزنم، با توریستا سر کله میزنیم، زبونشون رو نمیفهمیم ولی اینا رو میبینیم. خیلی چیزا دیدیم. بچه‌ای که از خونه فرار میکنه. برای یه چیزی هم بگم، اینجا خیلی خوشحالی هم دیدیم. یکی داره جدا میشه از اینجا میره دیگه اصلا برنگرده به این شهر کشور، به این شهر. اونم ما دیدیم. همه اینا رو دیدیم. حالا ولی یادگاری این نیست. یادگاری همون که بهتون گفتم. این که بتونم همه رو شاد کنم. شاد بکنم همه رو دیگه. ولی دیگه نمیتونم بگم اون چیه. بهترین چیزی که من دوست دارم همه داشته باشن اون به قول معروف شادی که از همین دیدارها بهشون نصیب میشه، نه اون غمی که از این جدایی ها ایجاد میشه. من دوست ندارم همشو بگم، چون بعضی موقع خودم چون پدر هستم هراس این که مثلا بچه‌م ازم جدا بشه اینو همیشه دارم. ما بارها شده اینجا بچه‌ای رو بگیریم زنگ بزنیم 110 بیاد بعد خانواده‌شو پیدا کنه. ما اینا رو دیدیم. اینجا جای همه چیز رو ما میبینیم. یه بار حالا نه خاطره نه یادگاری، به فرض مثلا پسرم خب کوچولوتر بود، بعد خب الان نزدیک 20 سالشه، 20 خورده سالشه. موقعی که کوچولوتر بود، موقعی سالی رسید بود که میتونم تلفن بخرم، بدون که بهش بگم بردم براش تلفن خریدم. انقدر خوشحال شده بود که مثلا من خودم تا حالا ندیدم انقدر خوشحال باشه. اون یعنی دوست دارم خوشحالی دیگران برای من خیلی با ارزشه. اگه یادگاری میبرم وقتی ببینم طرفم خوشحال میشه، اونو من بهترین یادگاری میدونم. در حقیقت اگه در توان باشه و الا واجب نیست، چون شما وقتی اخلاق خوبی داری، وقتی ارتباط خوبی داری، وقتی با اطرافیانت لذت میبری، خودش خاطر است. ولی خب اگر یادگاری بدید، اون یادگاری خیلی خوبه. چرا؟ چون یادگاری هر وقت که به اونو میبینن یاد اون خاطرات میافتن و خیلی براشون لذت بخشه. مخصوصا اینکه بعضی مواقع این یادگاری که میدی ممکنه 30-40 سال بمونه. بعد 30-40 سال وقتی میبینی باز اون خاطره رو یادت میاد. چرا؟ چون یادگاری رو داری. و خیلی وقتا من خودم تجربه کردم، خیلی وقتا خاطراتی رو مثلا اقوامم به من میگن که من اصلا تو خاطرم نیست. مثلا میگن 30 سال پیش من بچه بودم، شما مثلا فلانجا بردی. خب من میخندم و خوشحال میشم که انقدر شیرین بوده که تو یادش مونده، ولی حقیقتش من یادم نمیاد. اینجاست که بعضی موقع یادگاری ها میتونه دو طرف رو به یاد اون لحظات شیرین بندازه. میتونه یه چیز کوچولو باشه، میتونه یه چیز با ارزش باشه. مهم اون یادآوری روزهایی بوده که شیرین کنار همدیگه بودن. چشم عزیزان، باش. بهترین یادگار کلا میدونین چیه؟ ما یه روز رشت میریم، یه روز تهران. کلا کار من یه جوریه که تکراری ده. اینکه این خاطره شیرینی باشه شیرین نیست. کلا این کار شیرینی نیستش. کلا پر استرس، خطرناک، بعد جلو آفتابی صبح تا عصر. این کلا آدمو اذیت میکنه. بهترین یادگاری خوبی ندارم، ولی من به عنوان راننده اتوبوس 2-3 بار سفرهای خارج رفتیم، اونا خوب بوده، بهتر بودن. ترین اینه که وقتی مسافر که سوار اتوبوس میشه به مقصدش میرسه، وقتی حالا بالاخره وظیفه ماست دیگه مسافر رو میبریم میاریم، ولی این که مسافر پیاده شدن تشکر میکنه این بیشتر به ما حال میده، یعنی اون خستگی ما رو از تن ما در میاره. این بهترین خاطر است، یادگاره برای ما.